سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدم شوروم یکی از کارخونه‌های بزرگ فندک سازی. تا حالا تو عمرم این همه فندک یه جا ندیده بودم. انواع و اقسام فندک‌های گازی، بنزینی و برقی. میشه گفت دنیای فندک‌ها اینجاست.有些400个砖，有些是500个砖，就是你用整件，每一种一个整件就可以，都没有关系。这就是需要多久了？交货交货的话，你如果每一种一件，那我们差不多10天之内。10天。或者是你如果只有5个6个品种，可能我是2天3天就可以交，不一样，就看款式才知道。比如说，如果我们有一个客户他需要，比如说这个，现货有没有？现货需要。现货有些会有1天2天可以，有些是不可以，要看你款式。你们的价格怎么样？价格肯定是最便宜的、最贵的。最贵的、最便宜的，怎么说呢？最便宜的有塑料打火机，有几毛钱的、几块的、几10块的都有，中高低端都有。现在如果说你们有1块到100块，有啊？1块到有的。最贵的多少钱？那有几10块的，100多的也有的。你哪卖的就是有些烟嘴、烟盒。فکر کنم این زامن رو باید بکشیم کنیم. از اینجا شارژ میشه و از اینجا درسته. خیلی قشنگه. این فندک ها واسه فندک بازا عالیه. واسه هدیه دادن به دوستات، به عزیزانتون فوق العاده جالبه. فلزی هم هستن، خیلی محکمه. این هم زامنش که باز نشه. دوستای خوبم، ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودین. اگه این ویدیو براتون جالب بوده حتما دکمه لایک رو بزنید و نظرتون هم در کامنت ها با ما به اشتراک بذارین. برای دیدن ویدیوهای بیشتر و دریافت آخرین مطالبم کانال ما رو هم سابسکرایب کنید و زنگوله هم بزنید تا هیچ کدوم از ویدیوهای جدیدمون رو از دست ندین. تا ویدیو بعدیمون شما رو به خدای بزرگ میسپارم.